حرکت انسانی و برگر گیاهیه که با توفو درست شده و سیب زمینی و خیلی کاملا وگن با نونهایی که درش تخم‌مرغ نیست. من میدونم شما هر جا الان برید شام براتون گردن و حقیم داره دیدن کباب و اینا میتونن بشین خفن‌تر رو چند نوع غذا میگیری؟ من فقط چون تنها چیزی که کاملا به نظرم وگنه اینه با روغن زیتون هم درسته شده. کاملا گیاهخوارم. هر کسی گوش بخوره نمیذارم حتی نزدیکم بشه. کسی میخواد با هم زندگی کنه حق نداره گوش بخوره. این هم حرفای من فقط نیست. هیچ اتفاقی برای من نمیتواند بیفتد. چرا؟ چون من حشره‌ای را نکشتم.